السلام عليكم السنة عزيز حلو. الحمد لله صحتتون شما چطورین؟ خوراکتون خوبان؟ چی حال داری؟ علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خوب تین شما چطورین؟ کارتون خوبان؟ علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. ما از در مسکو در طرف میتیشینه در مورگیم در مورگ. الحمدلله خوب تین. علیکم السلام و رحمت. خدا زنده و سربلند باشی. رحمت برای تسکیرتون. بچه های دوشنبه گلبته برادر مسلمان. علیکم السلام و رحمت الله. خدا خیرتون کنه. دعاگو باشید در روز جمعه الحمدلله بهترین روزه. های دردی خدا. میشه شکل ساز. بله دست ایزران همون یک دو ساعت سه ساعت بدیم. بله امروز تلبیدنی رفتیم برای سلوان میارن عوض خداوند. یعنی پل میتین البته. او علاو نری یا که امو وطن خاک وطن درسترش یا زمین شما را نصیب کنه. با اون خاطر حاضی نوشتم گیره. اما بدون که روز از روزا انشاءالله روز قیامت از کشتال هر یک کدمیت که بد نوشتی تحمد میکنی نسبتی من انشاءالله هم خیلی جواب میبینه. این مرده برای دبری مسلمان دبری برادری یعنی که گذشته شدگی استادن اینقدر گرده در کار. خدا هدایتون کنه. از خدا نمیترسی. قدر دشمن می نویسی بد می نویسی. این برادر گذشته دو روز پیش همیم آرزو داشت که خانه و در میکنم پیش اویلم میرم زندگی میکنم. اما ببینه که الله نصیبش نکرد. من میدونم که بسیار در کار هستی. ای کار یک خیلی برومدگی استراحت داره یا پگاه خیلی امروز و خدمه پگاه کار میبره. من مینت نمیکنم الحمدلله به خاطر ملت میکنم. من در همینجا منم سیمیه دارم زندگی من پرداختم و ازم در باری بچه های توجه با اون خاطر کسی میفهمی الحمدلله. نمیفهمی خدا هدایتون کنه. گرانیت هم گرانیت برو را زنگ زنی. یعنی ما اهمیت نمیتیم. پروستو چی بگم باید یارو بفهمونی بسیارش نمیفهمان یا باید بفهمونی که نمیفهمان. خلقی ما ملتی ما باید بیدار شود. ملتی ما باید بیدار شود بفهمه که امروز هست اینه امروز هستیم پگاه نیستیم. نیم خیلی میمریم دم جمعی پارتیان میرم. خب نمیو مورگان مرده از ما دادر مایدک 16 داریم که ببینش بعد محکم کنیم رویش کنیم. یعنی که احتیاط باشه. اینو شخصایی که گاو میزنن من خواهش میکنم من پسشون نمیزنم. یک بچه توجیک مردگی
شخصایی که گاو میزنن یک بار بدوی کانالش رو اول تا آخر تماشا کنید چی کردن، به خاطر مسلمان برای ملت چی کردن. به غیر همین جک 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 کاری ندارن. فهمیدی؟ از من میگن که تو در پیش مرزای پکازوخ داری. نه، مقصد از این که پکازوخ نیست، باید ما را این درسی حیات خود مشاهده عبرت شود که این همین بچه تاجیک بود 3 روز پیش سالم سعد بود، یگان جوش در نمیکرد. آرزو داشت که کار کنم پیش پدر مادر برم، با زندگی فرزند داشت، 3 فرزند داره. این امروز در ماشین ریتوال میگن یعنی که مرده برک دراز کشیدگی، این مرده 3 فرزندش در اوج موندگی، این همین هم مرده هست. خب همین هم آرزو داشت، یعنی که قیامت آباد کردن در کار در این دوره فتنه جا مرگه. اینه جا مرگه. همین دیگه بچه های توجیه که بازم دادر من یک 16 داریم، بیا سخت سلامت برسه. ببینش محکمش بینیم روی میکنیم بیچاره مرده برک ما کردیم. حاضر یک کس مرده ای، یعنی که چی درده الله خودش میدونه. خدا رحمت مغفرت کنه. الحمدلله به همش. در هر جای تاجیک میبینی احتیاط باشی. من 2 روز شدم بالنسا دیدیم، هم وقتی وزمین بدنش همینجا بچه های تاجیک در این بالنسا همه که از کسله وزمین هم بچه های تاجیک توزه میکردن گیردی هم بالنسا را. ببینی یک چیز اهمیت بده. بچه تاجیکی خواب در اونجا جای خواب داشته 3 روز شد که صاحبای همین مرده که مردازی صاحبای همین بیمار در جای هم بچه تاجیک میرفتن، در دوشوایش آوازی میکردن یا که تورات میکردن، نماز میخوندن، زریعت میدادن. و هم خاطر هر جایی که به خدا من ملت چی نیستم، پروست هر جایی که یم تاجیک میبینی الحمدلله شکر بگی. در هر قری این فکر کنی که همین مسکو میری 5000 کیلومتر در یک قشلاق میری، بچه تاجیک خونه داره همینجا یا آوی تورات میبینه. ببینی چقدر خوب است. نمیگه که بکی تاجیک بده خرسان میشه یا کفیت چایخونه تاجیک میگه. اوکی قشلاق میره میگه اونجا چایخونه حلال نیست، میبینه میگه بچه چایخونه بچه تاجیک بده. این چیزا را باید قدر کنیم به خدا. اینا که 3 روز هم کس بگیم ایدمی کسلی وزمین شدن، همون بچه تاجیک چای شو دادن، جای مقصد نمازخوانی شو دادن، زر احتیاج شو دادن، دوش دادن طهارت کنه. به همون خاطر قدر تاجیک بدونی. این هم دیگر پسزا نشیم، بیگانه پرست نشیم. به خدا به خدا قسمه بیگانه پرست نشه. والله قسم بیگانه هیچگاه مثل تاجیک ترا قدر نمینه. بیگانه این مرده را بینی اینجا مقصد اینم بیگانه هیچگاه به قدر ما نمیرسه. همین کارش به چی در ترکیه، چی در روسیه، چی در آذربایجان، چی در قوروی در جای هستی میگیره حید میکنه میره. ببین روسیه چه خیلی دپارتاسیون کرده سودیان ما کنه میدونیم برای چی پلیتیکا این مرده های خوب با همه را هم گیجا هم وطنی خدمو قشلاقی خدمو این مرده. قدری تاجیک بدونی، درس بخونیم، با سواد شیم. من با نصیحت نیستم، خیلی نصیحت پدر تا گوش نمیکنیم. خیلی نصیحت پدر گوش نمیکنه. جو ما گفته سودیم بعضیش خندیده سوده تا در مشکلی نرسه بعد به قدری کرونا نیست. برای چی من میگم هر روز ما در درون همین مشکلی مسلمان تاجیک هستم. ایدسته سودگی ما میگیرن در ترکت هم در افغانستان نومی تاجیک باند، در تاجیکستان، در ازبکستان هم، در روسیه هم، در ایتالیا هم، در امریکا، در همه جا کیجو تاجیک تاجیک تاجیک. مثالیگا همین 2 روز پیش بایم در همین درون یوتیوب شتگی بود. امروز چه در اونجا خواب برای هم عملی نیک کردن در کار ها در این وقتی که اومدیم عملی نیک بریم. خوب در همه جا استفاده